سلام و درود، اومدیم با یه اپیزود جالب، یه اپیزود قشنگ. درود به همه دوستان عزیز. اومدیم با 10 تا بازی غیر ترسناک. اولیش اکتشاف هارمونی آینه فوق‌العاده غیر ترسناکن اینا آقا. چی الان نمیدونیم چی داریم. خب بریم اول لیست بازی‌ها رو بخونیم داداش برام. همون آینه شروع کنیم از همون. آقا لیست بازی: دیوانه باهوش، دوخت، نفوذ، آرماگدون، جاسوس، اختیار نجات سولادریس، یوفوریا، حفام و روز. این 10 تا بازی بود که ما برگزیدیم از اپیزودهای قبلیمون که غیر ترسناک بودن و برای شما نمایان کنیم. برگزیدیم نشد. این 10 تا به نسبت ترتیبیه که اپیزودا رو داده بودیم بالا. و جلوتر که بریم پارتای بعدی بازی غیر ترسناک هم 100% خواهیم. پس لطفاً کانال رو داشته باشید اگه دنبال یه همچین محتوایی هست. بریم سراغ بازی‌ها. از دیوانه باهوش شروع می‌کنم. دیوانه باهوش که خب بدون شک دیگه همه میدونیم جزو 5 تا بازی برتر ایرانه به نظر من. اصلا دیوانه باهوش نداشتیم. از نظر دکور خیلی خفن بوده، توی اکتا خیلی خفن بوده و خیلی خفن‌تر شده الان به خاطر کاستومای جدیدی که اضافه کردن به بازیشون. توی گیم پلی بازیتون جذابیت‌های خودشو داره. خب کلا بازیه که خیلی بهتون خوش میگذره و غیره. ببین ترس هم به عنوان چاشنی داره ها، ولی ترسش جوری نیستش که به عنوان بازی ترسناک دیوانه باهوش معرفی بشه. دقیقاً توی بازی غیر ترسناک فانتزی معمایی بیشتر توی این یه پکیج کاملیه دیوانه باهوش از نظر من که همه چی رو تونسته به شما تحویل بده. واقعا خیلی قشنگه بازیش. بریم سراغ بازی دوم. بازی دوم بازی دوخت. آقا دوخت یه بازی بود که ما اون اولش اومد خیلی خوب اومدیم و همه گفتیم برید، نمیدونم خیلی خفنه و اینجوریه. واقعا هم بود. یعنی اون چیزی که ما از دوخت دیدیم از اون چیزی که از شماها الان کامنت میگیریم کاملا فرق داره. البته ببین دوخت الان هم کامنت بد ازش زیاده هم کامنت خوب، ولی به نظر من دوخت یه بازی بود که کاراگاهی بود، سناریوش اقتباس خیلی قشنگی بود و یه ذره بهش شاخ و برگ داده بود که حالا بعضیا اینش میگن بده بعضیا میگن خوبه، ولی خب در کل یه سناریوی قشنگ با طراحی معماهای زیبا اومده بود این بازی رو ارائه داده بود اون موقع. ولی چیزی که الان هست انگار اکتای ترسش خیلی زیاد شده. مثلا خب اون بازی به نظر من اصلا اکت ترس نباید داشته باشه و اون موقعی که ما رفتیم 2-3 تا بیشتر طراحی مثلا اکت ترسناک نداشت که من کلا یکیشو خیلی تو ذهنمه که مثلا خیلی ازش جام خوردم و ترسیدم. ولی در کل دوخت به نظر من یه بازی خوبیه. بازی ماهیت اصلی خودشو داره از دست میده دیگه کم. آره. و جزء بازی پرسنل و ایناشو خیلی مثلا بچه میده. آره جزء بازی بودش که میگم کامنتای ضد و نقیض زیاد داره. بعد حالا چه تعریفی که از شما شنیدیم چه چیزی که خودمون تجربه کردیم این مدلی بوده که انگار الان هی پرسنل بازی عوض میشن. توی یه سری سانسایی که رام میشه پرسنل خوبن، اکتا خوبه، پلیر خوش میگذره و راضیه. توی یه سری دقیقاً برعکس همینه. برخورد بده، اکتا بده و بازی خوب ران نمیشه براشون و این بهشون باعث میشه که خوش نگذره. برای همین اونجوری نیستش که آدم بتونه 100 دخت و پیشنهاد بده، چون خیلی وابسته به اینه که کی برید کی برای شما ران کنه و چه جوری ران بشه. آره حالا ما کاری نداریم، شاید اصلا اکتورشون ثابت باشه، ولی خب خیلی‌ها میگن آقا با ما خوب بودن و اینا. که از سمت پلیر ما ببین دوخ یه بازی که مثلا میشه ازش باگینا گرفت خیلی زیاد و اینا، ولی باز به نظر من بازی خوب و خیلی خوبیه. این همه نمیشه بهش پیچید. از نصف بازی‌های تهران خیلی بهتره یه سر و گردن. یه چیزی خیلی خفنی هم که داره این حالت کارگاهی بودن تو بازیه که شما دارید میرید مثلا برای پرونده برای یه پرونده جنایی یه سری تحقیقات انجام بدین و آخر به یه نتیجه برسین. که یه همچین چیزی فکر کنم توی 2-3 تا بازی کلا داریم ما که این مدل از بازی رو دارن بهتون ارائه میدن که دوختم قطعا یکیشون هست. برو گل سرسبد از همین سراغ نفوذ. توی همین مجموعه یکی از خفن‌ترین بازی‌هاشونه قطعاً و این که توی ژانر هیجان، توی ژانر قایم موشک‌طور، پلیسی، اصلا خیلی چیز خفنه. توی معما واقعاً خفنه. و سناریوش هم اینجوریه که شما وارد یه سازمان مخوف میشین بعد یه سری اطلاعات رو جمع‌آوری کنید و خیلی قشنگ اینو پیاده کردن. با اینکه از زمانی که نفوذ مثلا اومد یه همچین ایده‌ای دوباره پیاده شد. یعنی خیلی بازیایی بودن که روش ایده برداری کردن ولی نفوذ نشد. نفوذ واقعاً خیلی خفنه. اینو دیگه همه قبول دارن.
آره جدی نفوذ یه بازی که چند سال دیگه هم به نظر من همینجوری بخواد سانس بده براش مشکلی پیش نمیاد، چون سطح بالا هم داره راه میکنه. مثل دیوانه باهوش هم همیشه سطح بالا بوده، ولی خب دوخت مثلا یه بازی که به قول تو سینوسی بوده. آره ولی نفوذم میگم نفوذ جوری نیستش که شما توی مثلا سالهای بعد احساس کنید که این بازی دیگه الان به درد نمیخوره، مگر اینکه سطح اسکیپ اینا خیلی بره بالا. واقعا خیلی بره ولی بالا. به نظر من نفوذ باز نمیفته، که باز میتونی همین ایده رو توی یه قالب دیگه پیاده کنی که اونم خیلی قطعا جذاب. کلا این نفوذ خیلی خفن بود. مثلا چه میدونم جاسوس بودن خیلی بیشتر. اصلا نفوذ توی معما به نظر من توی چالشایی که تو بازی برات گذاشته بود یه بازی خیلی خفنی بود که 100% هیجان بازیتون خیلی بالا توی این بازی، یعنی اونجوری کسل نمیریز توی بازی و بیای بیرون. بریم سراغ بمبشون، یعنی قطعا جزو سه تا بازی برتر کل حتی به نظر من دوتا، حتی به نظر من اول یکی. ولی میگم تو یکیه پام داره که خب توضیح میدیم الان براتون چرا. آرماگدون یکی از خفن ترین بازیاست توی دکور، توی گیم پلی، توی فضا سازی که شما اونجا و یه سناریوی تقریبا رو به بالا خیلی چیز خوبیه دیگه، قشنگ مرتبطه به هم. الان 4 تا چیز گفتیم خوبه، یه چیزش آرماگدون بده که میچربه به همون 4 تا، چون خیلی خوب تاثیر میذاره بازی. و میگم بازیه که اگر شما این بازی رو برید اونجا یه دونه گیم مستر باشه، اکتورا رو کلا حذف کنید، باز به شما خیلی خوش میگذره، چون اصلا چالش‌های عجیبی داره. شما اونجا یه سری مشکلاتی باید حل کنی که واقعا خودش یه بازیه برای خودش. دقیقاً تنها چیزی که این بازی رو خراب میکنه اون اکتوراش، که حالا اونم اون موقعی که ما تجربه کردیم باز خیلی بهتر بود زامبیایی که اونجا داشتیم. ولی به مرور دقیقاً کامنت هایی که از آرماگدون داریم همه میان اون 4 تا چیزی که ما میگیم خفنه، ولی اون اکتور و اون پرسنل بازی میگن داره بازی رو خراب میکنه. پرسنل بازی گیم مستر که خب میگن دمیجای الکی میده، مثلا میگم البته اونم به اکتورم ربط داره. آره میگیم مثلا میریم تو میایم بیرون مثلا میبینیم 30% دمیج خوردیم، میریم تو میایم دوباره میبینیم 30% دیگه، و این غیر منطقی دارن یعنی اکت میزنن. به نظر من آقا بیاد زامبیای جیوه سرخ با مثلا آرماگدون چیز بشه، تلفیق بشه، ادغام بشه، یه بازی خیلی خفنی در میاد ازش که سالها همینجوری که داره الان سانس میده بازم سانس میده. واقعا راک اسکیپ توی زامبیایی که میدونن ما تو جیوه سرخ دیدیم دیگه، خیلی زامبی اصلا تعریفی هم که ازشون شنیدن باز اون اکتور اصلیشون مجموعه دارشون نبود برام زد، ولی همونها هم خیلی خفن بودن. که البته الان راک اسکیپ داره لاستافاس رو میاره دیگه، قشنگ میتونیم گلشو ببینیم دیگه. آقا بعد چیز کنی خودتو نشون بدی ثابت کنی با ولی آره جدی اسم خیلی سنگینی رو داره میکشه توی اقتباس. آره خفنی یعنی واقعا. بریم سراغ بازی بعدی. آقا بازی بعدی هم خفنه. بریم سراغ جاسوس. یعنی بازی غیر ترسناکمون چقدر خفنن، برای چی آدم باید بازی ترسناک؟ ببین جاسوس بازی ترسناک چیزی نداره برای ارائه، ولی بازی غیر ترسناک مجبور خیلی کم پیش میاد، مجبور است چیزی داشته باشه. نه بازی غیر ترسناک مثلا چیزی واسه ارائه داشته باشه، ولی بازی مثلا چیز خیلی بمبن. ببین بازی جاسوس بازیه که آقا تو کل بازی ذهنت درگیره، یعنی این ذهن تو آروم نمیشه. بازیه که بازیش بین خود پلیراست، یعنی تو رو میندازه یه جایی 4 تا نقش بهت میده، یه سناریو خیلی قشنگی واسش درست کرده و شما معماهاتو حل میکنی میری جلو. و جالبیش میگی چیه؟ اینه که اون کسایی که جاسوسن سناریو رو جوری طراحی کرده که باید همکاری کنن با اونایی که غیر جاسوسن و اون یکیان باید همکاری کنن. یعنی بعد مثل مافیا که تو اون صبح رو شب میکنی با همین اتاق فراره رو تموم کنن و اصل بازی پایان بندیشه. اگه همکاری هم بینشون صورت نگیره آخر سر اون تیمی که جاسوسه فیل میشه. اصلا بعضی جاها مجبوره یعنی یه چیزی تیم جاسوسی داره، یه چیزی که مجبورن برای حل کردن یه سری معما ازش استفاده کنن. بعد حالا عین همونو توی تیمی که سفیدم هست باز وجود داره، یعنی یه جوریه که اون شکر رو میندازه به همه پلیرها. خیلی قشنگ درست. بعد یه چیز خیلی جالبی که داشت، اصلا خیلی جاها یه معمایی که داشت بعد با هم دیگه حل می‌کردیم معما رو و خیلی قشنگ بود. در کل جاسوس هم یه بازی خیلی قشنگه که 100% من میگم حتما برید. 8 یا 4 نفره اینو همه جا میگم 8 واقعا. این نسبتش به خاطر اینه که اگه 8 نفر برید شما بینتون 2 تا جاسوس دارید، ولی اگر 4 نفره برید بینتون یه دونه جاسوس. 4 نفر هم آخه بری خوبه، ولی خب پایه بازی 5 نفر است. دیگه میگم نسبتش اگه رعایت کنید 3 به 1 نباشه، چون اگه 5 نفر برید اونجا یه دونه جاسوس بیفته خیلی ضایعه. به نظر منم سخت میشه. حالا خودشون میگفتن به ضایعه است. 8 تایی سخته. خودشون میگفتن بهترین 6 نفر است، ولی خب اون چیزی که نظر دید منه به نظر منم 4 تا 8 نفره. بریم سراغ بازی بعدیمون اختیار. ببین توی اختیار هم یه ابهامی میتونیم داشته الان
ببین اون زمانی که ما اختیار بازی کردیم واقعا چیز خفنی بود. توی حالا کاراکتری که بازون هم میتونیم بگیم جزو ستای خوب کرج. آره. توی کاراکتری که پشت بیسیم بود، توی کاراکتری که مثلا شما توی قسمت تاردیس باهاش صحبت می‌کردیم و حالا بازی که می‌رفتیم اصلا خودش بکنن واقعا چیز خفنی بود. هم تو دکورش خوب بود، هم تو تعاملش و اکتاشون و معماهاشون و فلان همه چیش خوب بود. و یه اختیار رسید به یه جایی که یه مدت حالا اون پرسنلی که داشتن اونجا عوض شد. اون پرسنل قبلی که ما مثلا تجربه کردیم دیگه الان نیستن و یه مدت سانس نمیده دوباره شروع کرده به سانس دهی و فکر میکنم توی این کاراکتراشون هم یه تغییری کردن. یعنی ممکنه مثلا این قبل رو آخه میدونی اختیار یه بازی بود که هر دفعه تو میرفتی روند بازی و یهو میدی فضا عوض شده. یعنی من یه بار رفتم اونجا دیدم یه فضایی که ما داشتیم کامل عوض شده، یه فضای دیگه است، ولی نه اسمی از آپدیت شنیده بودم، حتی نوع گیم پلی بازی هم عوض شده بود توی اختیار. خیلی تغییر می‌کرد. آره و هر دفعه هر مدلی که عشق می‌کردن رام می‌کردن و هر کدومش خفن بود. واقعا خفن. ولی این که من بازی کردم قشنگ بود، اونی که دیدم اونجا قشنگ بود. آره. ولی چیزی که هست اینه که الان ما این مدل جدیدش رو تجربه نکردیم. ما نمیدونم خوب باشه یا نباشه. آره، فقط می‌دونیم که اختیار این چیزا رو داره و یه چیزی هم که هست توی مثلا قفله مکانیکیشون و اون تکنولوژی که تو بازی دارید شما می‌بینید خیلی خوب. سناریو بازیش هم خیلی سناریو قشنگی بود. آره ولی اونم نیست. آره اونم نو بود، یه ایده نو. آره نه بقا که آرماگدونه. تمام. بریم سراغ بازی بعدی نجات سولاریس. کلاسیک. توی نجات سولاریس شما نه اکتور دارید، نه نور ازتون میگیرن، نه کسی میاد بهتون اکت بزنه، نه ببین قفلم خیلی کم دارید. بیشتر چیزی که دارید خیلی مکانیکیه و ببین به نظر من این بازی یه ذره گرون هست ولی واقعا ارزش تجربه داره. یه شهر بازی. ببین تنها چیزی که بعده به نظر من تایم پایین بازی خیلی کوتاه. 60 دقیقه زده ولی خب 100% زودتر میای ازش بیرون. 30-40 دقیقه تموم میشه. کلا بازیای کلاسیک هم به خاطر اینکه پلیر دیگه وقفه بین کارش نمیفته خب زودتر تمام می‌کنه مگر اینکه خیلی چالش داره. ولی یه بازی پر هزینه است نجات سولاریس. چیزایی که برات درست کرده تو اون بازی، تو اون روند تو طی می‌کنی، فضاهایی که برات ساخته، اون هیجانی که تو کل بازی داری، واقعا نجات سولاریس رو خفن کرده. حتی اگه بازیای ترسناک و کلا ترس و اینا رو تو اتاق فرار خیلی دوست دارین یه همچین بازی رو تجربه کنید. بعد بین چند تا بری واقعا. احتمال این که اصلا نظرت عوض بشه کلا بیای بیرون از اون داستان ترس خیلی زیاده. به خاطر اینکه چیز خیلی قشنگه. آخه الان ببین 10 تا بازی اینجاست، من هر کدوم رو نگاه میکنم جدی خفنه. آره دیگه. ببین واقعا الان جاسوس و نفوذ و مثلا دیوانه بازی حالا 3 تا دیگه مونده که اون 3 تا هم خفنه. بریم سراغ بازی بعدیمون یوفوریا. آقا نجات سولاریس رو من 100% پیشنهاد بهتون میدم. بریم بعدی. یوفوریا. بریم سراغ یوفوریا. ببین یوفوریا یه بازیه که باز توی دکور خیلی قشنگه، توی فضا سازی خیلی قشنگه و بهترین کاراکتری که نابینا رو اجرا کرده رو من توی یوفوریا دیدم. منم جدی خیلی قشنگ بازی میکنه و خیلی خوشحالم که هنوز هست، چون یکی از کاراکتراشون عوض شد ولی این هنوز هست. کاراکترهای یوفوریا و اکتورهای یوفوریا خیلی خفن بودن. بک‌گراندی که اون اکتورا دارن شما میرید اونجا بعد از بازی بهتون نشون میدن. آره داستان زندگیشون رو بهتون نشون میدن. اصلا قشنگ داستان زندگی دارن، سن دارن، چه میدونم خانواده. یوفوریا هم یه بازی بود که به نظر من توی معما خیلی خفنه. توی دکور فضا سازی خوبه، قابل قبول، روی بالاه و روی اکتور. روی اکتور میچرخه بازی. خیلی خفنه. خیلی روند بازیش هم خود فقط یه ذره سناریوی بازی میشه بگی ضعیفه نسبتاً. ولی خب یه سناریوی قابل قبول و منطقی و خوبیه. یه ذره بازی پیشنهادیه واقعا یوفوریا رو من به همه پیشنهاد میدم. یعنی الان هر کسی میاد اولین نفر ازم میپرسه بازی چی برم، مثلا اگر بازی قدیمی رو رفته باشه مثلا همین دیوانه باهوش و نفوذ و اینا، اول همه برام میگردم چیزو برو یوفوریا رو برو. بریم سراغ بازی بعدیمون. بازی هفت‌خان. آقا هفت‌خان رو بخوام یه توضیح کامل بدم. اومده از شاهنامه اقتباس گرفته. این اقتباس بسیار زیبا و قشنگ اومده بود توی بازی هم. اون سانسی که ما بازی کردیم رو دارم بهتون میگم. آره چون هفت‌خان هم الان کامنت بعد ازش داره میاد و کامنت خوبم ازش میاد. یعنی من هفت‌خان دو مدل کامنت رو دارم، هم بد و هم خوب رو دارم. ولی خب بازیه که آقا توی مثلا روند بازی تو نقش آفرینی داری، به هر کدومتون یه نقش میده و این نقشاشون زیاده. یعنی مثلا میان با تعداد بالا هم بری نقش داره هی بهت بده و کاستوم داره برای آره کاستوم داره برای پلیر و حتی کاستومی که بهت میده مرتبط با اون نقشه. اینش هم خیلی باحاله. در کل سناریوی قشنگی داره، معماهای جذاب داره، یه ذره معماش بعضیش سخت هم هست ولی باحاله. چالشه خیلی قشنگی هم تو بازیش داره. بازی افغان چیزی که اذیت میکنه همین کامنتاست که میگن. آره حالا اونم دیگه نمیدونیم از
واقعا بوده یا قرض بوده دیگه، اینا رو آدم نمیتونه تشخیص بده. ولی سانسی که ما بازی کردیم واقعا چیز خوبه. آره چون هفمون الان پشتش خیلی بدم میان به خاطر باف و جایزه و اینا. بریم به خاطر ما ورود نمی‌کنیم، به خاطر بریم آخرین بازیمون روزو بررسی کنیم و دیگه ببندیم بریم خونه‌هامون. یه بازی تازه ران ولی خب توی دکور و فضا سازی بنظر من فکر می‌کنم 4 ماه 3-4 ماه شد الان، ولی بازیه که توی دکور فضا سازی به نظر من روز خیلی خفنه. معمایی که گذاشتم خیلی جذابه. این دکور فضا سازیشو من از یه چیزش خوشم، حالا شاید چیزی که توی ایده خود دیولپر بوده پیاده نشده، ولی اون چیزی که اونجا ساختن روی زمین صاف بوده، یعنی همه چیشو خودشون ساختن. اینجوری نبوده که شما یه خونه داشته باشی، اتاق داشته باشه، فلان داشته باشه، مجبور باشی عوضش کنی. خودش یه زمین فلت دستش بوده، هر جوری دلش خواسته ساخته و اون چیزی که داری اونجا بازی می‌کنی اون چیزیه که دلش ساخته. اینش خیلی باحال بود. ولی خب روز یه بازی که تو معما خفنه، توی دکور فضا سازی مثلا معماش هم تعداد بالا. آره نور پردازی میشه و گفت یا رنگ بندی فضاش واقعا جذابه، به دل میشینه. یه بازی فانتزی که خوش میگذره و تنها چیزی که نقده که بهش وارده به نظر من روند بازیشه. یه ذره روند بازی شاید کسل کننده بشه. البته مثلا نمیدونیم دیگه اضافه کردم مثلا تئاتر بیشتر کردم. ببین اون موقع اونجوری که بودیم، اون مدلی که داشتیم حرف میزدیم قرار بود روز خیلی خفن بشه، یعنی اون تعریفایی که و آخرین کامنت هایی هم که از روز ما داریم گفتن خفن بوده. آره تا حالا که من ندیدم پلیری بره روز ناراضی باشه، همه میگن خوش گذشته بهم. فانتزی ترین اتاق فراره که شما میتونید تجربه کنید روزه. قشنگ یه ایده خیلی اگه انیمیشن اومده اقتباس گرفته شده دیگه فانتزی تر از انیمیشن به نظر من نداریم. ولی اگه توی تئاتر اضافه کنم به بازی تئاترش بیشتر باشه خیلی قشنگ‌تر میشه، چون بازی فانتزی. امیدواریم از این 10 تا بازی که تجربه بهتون پیشنهاد دادیم لذت ببرید. از تجربهش لذت ببرید. ببین آره از تجربهش این 10 تا بازی 10 تاشون هم پیشنهادی، یعنی اگه شما این بازی رو تجربه نکردید به نظر من حتما تجربهشون بکنید. این نجات سولاریسن می‌خواستم بگم تو ایران مال، کنارش هم یه بازی داره سنگ جاودانگی، اونم مثل خودش کلاسیکه و اون خیلی میتونید جفتشو همزمان تجربه کنید، ولی اون سنگ جاودانگی خیلی به نظر من چیز سره پیشرفت بالاش، اصلا سطحی که داره خیلی بالا. آقا ممنون که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم از این 10 تا بازی لذت برده باشید، ویدیوی خوبی آماده کرده باشیم براتون. قربونتون، دوستتون داریم، شبتون بخیر، خداحافظ.